سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم در مورد لباس پوشیدن مردانه صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. جذابیت چیزی نیست که شما برای آن تصمیم میگیرید، اما با انتخاب هایی باعث افزایش و کاهش آن شوید. کسانی که سعی دارن که به عنوان یک آقا تیپ کاملا سنگین مردانه داشته باشن، قطعا جذابیت بیشتری نسبت به بقیه پیدا میکنن. استفاده از اکسسوری ها مانند دستبندها، انگشترها، گردنبندها، ساعتها، کراواتها، دستمال جیب ها و غیره. اگر دوست دارید ظاهر جوانتر و شادابتری داشته باشید، در عین حال مانند پسر بچه‌ها با تیم کاملا اسپورت به نظر برسید، حتما باید یکی یا دو عدد دستبند داشته باشید و از ساعت استفاده نکنید. اگر به استفاده از ساعت اصرار دارید، بهتر است یک عدد ساعت را با یک دستبند نازک استفاده کنید. ساعت رسمی تر شما بالغتر نشون میده. استفاده از دستمال‌های رنگی باید متناسب با نوع کت شلوار شما انتخاب شه. در فصل زمستان که هوا سرده، مجبورید که لایه‌های کلفت زیادی از لباس‌های گرم پوشید، کمتر میتونید به جذابیت خود فکر کنید. هر چقدر لباس‌های انتخابی شما رنگ تیره تری داشته، جذابیت شما بیشتر میشه. در کنار این لباس‌های تیره میتونید از کراوات‌های روشن‌تر هم استفاده کنید که تضاد خوبی هم ایجاد میکنه. استفاده از جلیقه. افرادی که هیکل و ورزشکاری‌اند با پوشیدن جلیقه میتونن این تناسب اندام را بیشتر نمایان کنند. بعضی از جلیقه‌ها هستند که کلفتن، برای افراد با هیکل لاغر و استخوانی مناسبه. برای هیکل درشت از جنس پارچه‌هایی که شل هستند برای جلیقه استفاده نکنید. افراد لاغر میتونن به جای جلیقه از هودی یا شیرت استفاده کنند. رنگ‌های تیره شما رو لاغر، رنگ‌های روشن شما رو تو پر نشون میده. یک هفته لباس شما رو جذاب‌تر میکنه. لباس مناسب با شخصیتتان. مثل تیشرت‌های دکمه‌دار نشون دهنده افراد ورزشکاره. در این مسئله هم باید از خلاقیت‌های زیادی هم استفاده کنید. رسمی بپوشید یا اسپورت. از لباس‌هایی که معمولا بر اندام شما مناسب نیستن استفاده نکنید. مثلا اگه قد کوتاهی دارید، از لباس‌های بلند استفاده نکنید. اگر پشت روشنی دارید، از راکت‌ها و تیشرت‌هایی که بیش از حد روشن و بی‌حال دارن استفاده نکنید. اگر می‌خواهید ظاهری شاداب‌تر و کمی اسپورت باشید، از رنگ‌های شاد و جیغ استفاده کنید. البته استفاده از رنگ‌های بولد و جیغ سرعت می‌خواهد. پس اگر قدرت ریسک ندارید، همون رنگ‌های خنثی را استفاده کنید. انتخاب شلوار مناسب. راهکار برای جذاب‌تر شدن شلوار جین. شلوارهای لوله تفنگی برای افراد زیر 40 سال و پسرانی که تیپ اسپورت دارند مناسبه. هرچقدر شلوارها تنگتر باشه، برای افراد جوانتر مناسبه. البته شلوارهای راحتی و مخصوص بیرون از منزل هم برای پسران ورزشکار مناسبه. اما مراقب باشید که تنگی بیش از حد قسمت بالا شلوار کمی ظاهر شما را زنانه نکنه. انتخاب کفش مناسب. هرگز کفش شما نباید پاشنه دار باشه. کفشایی که بیش از حد کف تختی دارن برای شما مناسب نیست. تونی بهترین گزینه برای تیپ اسپورته. اگر از راکت‌های بلند در فصل زمستان استفاده می‌کنید، حتما باید کفش مردانه داشته باشید. میتونید با لباس‌های تیره کفش‌هایی با رنگ روشن و برعکس بپوشید. بوت یا پوتین برای مردانی که قصد دارند تا قدشان بلندتر به نظر برسه گزینه مناسبیه. مهمترین نکته اینه که همیشه از کفش‌های خود مراقبت کنید و ظاهر آنها را تمیز نگه دارید. در کفش تمیز جذابیت شما موثره و فضای کلی را بشناسید. قراره به چه موقعی و به چه جایی برید. میتونید راحت‌تر تیپ خود را انتخاب کنید. نگاه کردن به عکس‌های سلبریتی‌ها در مناسب‌های مهم میتونه به شما ایده‌های جالبی بده. دوستان مرسی تا اینجا همراهم بودید. لایک و فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.